آنیسا، جانم. راستی سایتی که میشد چک کرد رشته تحصیلی ایرانم توی آلمان مورد قبوله چی بود؟ سایت زاب. این سایت که به زبان آلمانیه، من که دانش زبان آلمانی ندارم چطوری میتونم چک کنم؟ هیچ کاری نداره. بیایید تا بهتون نشون بدم چطوری سایت های مثل زاب رو میتونید به زبان فارسی هم بررسی کنید. خب ما برای این کار نیاز به اپلیکیشن کروم داریم. کروم رو باز میکنیم و سایت زاب رو سرچ میکنیم. اولین گزینه‌ای که برای ما میاد kmk.org کلیک میکنیم و میریم توی بخش آنابین. توی این بخش به ما کامل همه چی رو توضیح داده و ما فقط برای اینکه بفهمیم اینجا چی نوشته، چون زبانش آلمانیه، 3 نقطه سمت راست پایین رو میزنیم و گوشی من زبانش آلمانی رو اوبازتسن کلیک کردم و اینجا باید زبان رو انتخاب کنیم، مثلا چه زبانی به زبان فارسی میخواد ترجمه شه. من اینجا روی ارزیابی مدارک دانشگاهی کلیک کردم و اینجا کامل به ما توضیح میده که برای ارزیابی مدارک دانشگاهیمون باید از چه طریقی بررسی کنیم و حتی بهمون گفته که اون دانشگاهی که حالا درس خوندیم اگر که مثلا H پلاس باشه مثلا مورد قبوله، اگر که مثلا حالا رشته‌ای که خوندیم مثلا فلان چیز نوشته شده باشه اصلا توی آلمان مورد قبول نیست. حالا طبق توضیحات خودشون سمت چپ 3 نقطه بالا رو ما میزنیم روی هوخشوله آبشلوس که میشه اون مدارک دانشگاهی تا ببینیم مدارک دانشگاهی توی آلمان مورد قبولن یا نه. اول اصلا میایم انواع مدرک. حالا من کشورم که انتخاب کردم ایران، انواع مدرک میام حالا میذارم روی مثلا کارشناسی و لیسانس. روی کارشناسی و لیسانس کلیک میکنم و حالا رشته تحصیلی رو فقط باید انتخاب کنیم. فقط اینجا این مترجم کرومی مشکل داره، بعضی از چیزها رو اشتباه ترجمه میکنه. پس اینجا اگر نتونستین رشته رو پیدا کنین به زبان فارسی، اون ترجمه رو خاموش کنین، چون به زبان انگلیسی خود فارسی که فینگلیش تایپ شده میتونین رشتهتون رو پیدا کنین. خب حالا مثلا ما میایم رشته بیوشیمی رو انتخاب میکنیم و میبینیم که هیچ نتیجه‌ای نداره، یعنی هیچی پیدا نکرد. من میام حتی آبشلوس تایپ هم یا همون نوع اون مدرک رو حذف کردم ولی بازم پیدا نشد. یه رشته دیگر رو برای کارشناسی بهداشت محیط انتخاب کردم. همونطور که میبینین این رشته مطابقت داره و داره نشون میده که این رشته رو آلمان قبول دارن و حالا باید مراحل معادله سازیشو انجام بده طرف که اون رشته تو آلمان مورد قبوله، یعنی مدرک رسمیشو دریافت کنه. حالا مهندسی شیمی رو باز دوباره امتحان میکنیم، میبینیم که مهندسی شیمی هم قبول داره و اینجا حالا نوشته کارشناسی ارشد متوالی و اینجا هم گفته که حالا لیسانس 3 ساله. روش دیگه که ما میتونیم ببینیم که جایی که دانشگاهی که توش درس خوندیم حالا مورد قبوله یا نه، بعد بریم تو بخش مؤسسات که دوباره از همون نقطه چین سمت چپ انتخاب میشه. میایم مثلا اینجا باید شهر خودمون رو انتخاب کنیم، حالا اون بخش کشور که من انجام دادم عقب. میایم اورت یا همون مکان و تهران انتخاب میکنیم یا هر شهر دیگه که درستون رو خوندین و اون مدل مؤسسه دبیرستان نمیدونم دانشگاه انتخاب میکنید. دانشگاه آزاده. من دانشگاه ها رو انتخاب کردم و دانشگاه خودم شهید بهشتی بود. میام شهید بهشت شهید و حالا وقتی تایپ کنین تمام دانشگاهی با اسم شهید هست و میاره. پس من تصمیم گرفتم کامل تایپ کنم که کامل بیاره. شهید بهشت رو تایپ کردم و همونطور که میبینین 2 تا دانشگاه آوردی که هم دانشگاه شهید بهشتی عادیه، یه دونم که واسه علوم پزشکیه. برای علوم پزشکی کلیک کردم، همونطور که میبینین H پلاس یعنی مورد قبول آلمانه. خب حالا ما یاد گرفتیم که چطوری هم رشته‌مون رو بررسی کنیم هم دانشگاهمون رو. الان من براتون یه مثال دیگه هم اینجا انجام میدم. دانشگاه آزاد رو سرچ میکنم که ببینم دانشگاه آزادم مورد قبوله یا نه. بله قبوله. و حالا بعد ببینین اون رشته که حالا شما تو دانشگاه آزاد اگر درس خوندین تو آلمان مورد قبول هست یا نه. پس اینطوری شما میتونین متوجه بشین که هم دانشگاهتون مورد قبوله هم مدرک تحصیلیتون.
خب حالا اگه شما بچهای درمان هستین باید به این طریق بفهمین که باید مدارکتون رو چطوری معادل سازی کنین. وارد سایت انرکلونگ میشیم، میریم تو بخش فاخگرفته و اینجا رشته تحصیلیمون رو به آلمانی تایپ میکنیم. مثلا ماما به آلمانی میشه هبامه. پس هبامه رو ما میایم اینجا تایپ میکنیم و میاد به ما یه سری پیشنهادا میده. مثلا میگه که رشتهتون کدومی که از ایناست که ما باز دوباره هبامه رو انتخاب میکنیم. حالا من ترجمه هم کردم که ببینیم چه پیشنهاداتی داده و اینجا توضیح میده. باز دوباره یه سری از شرح وظایف رو میگه، محله کار رو میگه که مطمئن شین شغلی که انتخاب کردین همون شغل خودتونه. بعد ازتون پرسه که وقتی اومدین آلمان میخواین کجا کار کنین و من اینجا برای مثال کلن رو انتخاب کردم، ولی حالا شما میتونین هر ایالتی که دوست دارین رو بنویسین چون ایالت با ایالت قوانینش فرق داره. همطور که میبینین اینجا ازم پرسه که من آلمانی ام یا تو اروپا به دنیا اومدم که من میگم نه. بعد ازم پرسه که کدوم که از این کشورها بودی که من میگم هیچ کدومش. بعد میگه که رشته تو دانشگاه تو اینجا بوده، من میگم نه اینجا نبوده، یعنی تو آلمان نبوده. بعد میگه که تو آلمان زندگی میکنی که من بازم میگم نه و میگه که پس شما نیاز به یه معادل سازی دقیق دارین. میگه میخواین که این نفر شخصا به شما کمک کنه. من گزینه رو زدم ولی همونطور که میبینین اسم ایران اینجا نیست، قبلا بود و اتاق بازرگانی به ماها کمک میکرد و بهمون مشاوره رایگان میداد ولی دیگه متاسفانه فعالیت نمیکنن. پس ما مجبوریم ادامه بدیم و ببینیم که کمکی نمیخوان. همونطور که میبینین اومده اینجا اطلاعات دقیقی که ما برای معادل سازی توی شهر کل نیاز داریم ما بهمون میگه اصلا اسم این رویه چیه و برای مثلا مهارت زبانی که نیاز داره چه سطحیه. مثلا باید حالا تو آلمان کار کرده باشی یا مدرک تو آلمان گرفته باشی یا باید سطح زبانت B2 باشه. بعد حالا طول زمان، هزینه هاش، همه اینها رو اینجا بهمون گفته که حالا الان یکم مدت زمانش بیشتر از این 4 ماهی که اینجا گفته میشه. بعد مدارک مورد نیاز، همه اینها رو براتون نوشته که شما چه مدارکی نیاز دارین برای معادل سازی و آدرس پستی و شماره تماس اون دفتر معادل سازی هم براتون گذاشته. یکم مدارکی که شما باید حتما براشون بفرستین فرم درخواسته. فرم درخواست خودشون همونجا گذاشتن و شما میتونین راحت کلیک کنین و دانلودش کنین و پرینت بگیرین. تنها چیزی هم که نیاز داره اینه که رشته تحصیلیتون رو انتخاب کنین و اطلاعات شخصیتون رو پر کنین که حالا اینجا رشته های تحصیلی نوشته شده. آنستزی تشنیش اسیستنتین که همون میشه بچه های بیهوشی، هبامه میشه ماما، اوپقاستیون تشنیش اسیستنتین میشه کارشناس اتاق عمل که شغل خودم هست. حالا و رشته های دیگه شما انتخاب میکنین رشتهتون و اطلاعات شخصیتون، مدت زمان، حالا سابقه کاریتون و اینا رو بعضی وقتا میخوان یادداشت میکنین. یه بخش توی این فرم هست که اسمش فولماخته. فولماخت برای کسیه که یه نفری تو آلمان داره میخواد نامه‌هاش برای اون شخص ارسال بشه. اینجا شما باید به اون شخص وکالت بدین که نامه‌های شما رو بتونه دریافت کنه. اگر کسی تو آلمان ندارین پس اصلا نیاز نیست این بخش رو پر کنین. راستی یه نکته این که این فایل رو نمیشه ترجمه کرد و شما باید از روش عکس بگیرین و از اپلیکیشن های ترنسلیت استفاده کنین. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه و اگر این ویدیو برای دوستانتون مفیده حتما با اونا به اشتراک بذارین. بای.